درود دوستان، امروز ما اومدیم با یه مشتری خاص و یه مژه‌های خاص. مشتری امروزمون یه مژه‌های طبیعی می‌خواستن که من تصمیم گرفتم از مژه‌های ضخامت 3 براشون استفاده کنم و همچنین رنگ قهوه‌ای. این مژه‌ها توی بازار به شدت کمیاب هستن و به شدت ظریف و خیلی فوق‌العاده زیبا هستن. همونطور که میبینید قرینه سازی رو حین کار ما انجام میدیم. اینجا کار تموم شد و ظرافت مژه ها رو میخوام بهتون نشون بدم. اگه دوست دارید کار کردم با ضخامت 3 رو بهتون آموزش بدم توی ویدیوهای آینده، حتما کانال رو سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید. آموزش های بعدی خیلی کاربردی هستن. همونطور که میبینید اصلا مژه های اکستنشن و مژه های خود مشتری قابل تشخیص نیستن، چون مژه های ضخامت 3 فوق العاده مژه های نازکی هستن. تا انتهای کار با ما باشین. با چشم باز از مشتری عزیزمون عکس گذاشتیم و ببینید اینجا که چقدر زیبا و طبیعیه. به همین زیبایی دوستتون دارم دوستان.